آدمی که عقیده خوان او ایماندار است و آدمی که عقیده نخوانده او بی ایمان است. هر قدر که دعوای ایمانداری بکنه ایماندار نیست. چطور تو میتونی مثلا آب نشناسی؟ چطور میتونی تو درباره ازی بگی که والا من آب نمیشناسم لکن من ساینسدان هستم؟ از چی ترکیب شده؟ اش تو را میفهمی؟ اش چی معنا؟ چرا تو هست و چرا او هست؟ اینو کس نمیفهم، باز میگه والا من کیمیادان هستم. دروغ میگه. وقتی که ترکیب آب نفهمید بازو بگه من کیمیادان هست. یک کس عقیده را نمیفهمه، فرمول های عقیده را نمیفهمه و میگه من ایماندار هستم. از کجا گرفتی ایمانت؟ از همین 4 تا کتابای شعر؟ از کتاب شعر تو ایمان؟ آیا او کتاب شعر است یا کتاب ایمان است؟ حداقل عقل داری. آیا یک نفر بگی برو یک کتاب کیمیا بخر، او میره کتاب ادبیات هم میخره؟ خب میره باش میگه بیادر کتاب کیمیا داری و باش میگه که میره کتاب شعر بخوان. میگه بیادر خود کتابش ادبیات است. من ادبیات کار ندارم، من کیمیا کار دارم. حال تو ایمان کار داری. ایمان در کجا هست؟ در کتاب‌های ادبیات یا در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه